یه سری نکته هست که تو وقتی درکشون نکنی انگار توی مدار تکراری گیر کردی. تا شده زندگی اونجوری که میخوای پیش نره، همیشه یه سدی باشه. شاید ساعتها مدیتیشن کردی، کلی کتاب موفقیت خوندی یا برنامه ریختی، اما بعد اون چند روز همه چی برمیگرده سر جای اولش. چرا؟ چون تو داری روی علائم کار میکنی، نه مشکل ریشه. مشکل اینجاست که ذهن ما طوری برنامه‌ریزی شده که به چیزای آشنا بچسبه، حتی اگه اون چیزها ما رو عقب نگه داره. ما دنبال انگیزه هستیم، در حالی که انگیزه مثل موج میمونه، میاد و میره. خبر خوب اینکه اون ساعت بیشتر اوقات طرز فکر خودته، و خبر بهتر اینکه فهمیدن چند تا نکته کلی میتونه تو رو توی همین چند هفته از این وضعیت بکشه بیرون. نکته اول، نگفتن از مهمترین سرمایه گذاری ها روی زمانته. ببین، ما توی فرهنگمون عادت کردیم همه رو راضی نگه داریم. این خوبه ها، ولی تا وقتی که میخوای رشد بکنی، هر تایید اشتباهی که میکنی یه نوع هدف اصلیته. هر بار که میگی باشه انجام میدم، داری انرژی و تمرکزت رو از رو چیزی که واقعا برات مهمه میگیری. فکر کن هدفت اینه که توی 3 ماه آینده یه مهارت جدید یاد بگیری و برای این کار روزی 2 ساعت وقت نیاز داری. حالا بیا ببین این بله گفتنهای اضافه چطوری این معادله رو به هم میریزه. اگه معادله زمان ما این باشه، وقتی یه نفر میاد درخواستی میکنه که نه ضروریه نه مهمه، مثلا میشه امروز عصر بیا یه کاری برام انجام بدی، یا اینکه حالم خوب نیست، یا همچین چرت و پرتایی. ببین، نمیگم به کسی بی احترامی کن، نه اصلا منظور من این نیست، ولی منظورم اینه که برات مهم نباشه، برنامه‌تو خراب میکنه. یه متاسفم امروز سرم شلوغه چقدر آسونه. اوایل سخته، قبول دارم، انگار داری گناه میکنی، ولی طرف مقابل ناراحت میشه. نه اصلا اینطور نیست. ولی وقتی میفهمی هر نه به یه درخواست بی‌ربط یعنی یه بله بزرگ به خودت و برنامه‌هات، ورق برمیگرده رفیق. تو داری مالکیت زمانت رو پس میگیری. ببین، مردم بیشتر اون چیزی که فکر میکنی به سادگی درخواست جواب میدن. اونا ازت انتظار ندارن که همیشه در دسترس باشی. وقتی قاطعانه و محترمانه نمیگی، احترام بیشتری کسب میکنی، چون نشون میدی که برای زمانت ارزش قائل هستی. این تغییر نگرش در مورد نگفتن تنها در چند روز میتونه جلوی 10 ساعت هدر رفتن وقتت رو بگیره. نکته دوم، حسادت، یا همون چیزی که خیلی ها رو عقب انداخته، یا همون چیزی که کاش منم جای اون بودم هست. این طبیعیه، همه ما تجربه کردیم. دیدن موفقیت دیگران وقتی خودمون حس میکنیم تو رکوردیم دردناکه. اما بذاری حقیقتی رو بهت بگم همینجا رفیق. حسادت یه احساس منفیه، ولی اگه درست ازش استفاده کنی تبدیل میشه به نقشه راهت. حسادت یک انرژی مهار شده است، مثل نفت زیرزمینی که هر لحظه امکان داره منفجر بشه و همه جا رو ویران کنه. وقتی به یکی نگاه میکنی و حس میکنی داره بهتر از تو عمل میکنه، مثال یه بیزنس کوچیک را انداخته یا توی ورزش پیشرفت کرده، به جای اینکه بری تو فاز سرزنش آخه بد شانس بودیم ولش کن اون شرطش فرق داشت، نه، همچین خبری نیست. داره به سیگنال میده، اون داره کاری میکنه که تو توی قلبت میخوای. به جای اینکه بگی اون خوش شانس بود بیزنس را انداخته، اون چه بعد به خودت بگی اون چه عادتی داری که من ندارم، چه مهارتی یاد گرفته که من یاد نگرفتم، از چه چیزایی گذشته، از چه چیزایی فدا کرده که من اون لحظه داشتم پی خوشگذرونی میگشتم. اون برای رسیدن موردش چیزایی رو تحمل کرده، تو فقط داری نتیجه رو میبینی. ولی حسادت نشون میده که اون مجموعه عادت پنهان وجود داره. حسادت رو تبدیل کن به کنجکاوی فعال. اینجوری دیگه وقت نداری از خود بدت بیاد، چون مشغول برنامه‌ریزی و چیدن استراتژی هستی. نکته سوم، تو دشمنت نیستی، بلکه عادت‌ها دشمنتن. این آخریه و مهمترین نکته کلیدی این ویدیوه. همین نکته باعث میشه در چند هفته نتایج پایدار بشن. ببین، اکثر ما فکر میکنیم مشکل ما ارادمونه، مشکل ما تنبلیه یا اینکه انگیزه نداریم. اصلا اینطور نیست. مشکل تو اراده نیست، تنبلی نیست، مشکل تو سیستمه یا همون عادتهای روزانته. ببین، اراده مثل باتری گوشیه، شارژ محدودی داره. تو هر بار که مجبوری تصمیم بگیری یه مقدار ازش کم میشه. اگه بخوای هر روز صبح با نیروی اراده به خودت زور کن که رخت خواب بیای بیرون بری باشگاه، بعد از چند روز باتریت خالی میشه و سقوط میکنی. اگه میخوای صبح زود بیارشی، این که هر شب به خودت بگی فردا حتما زود پا میشم، جواب نمیده، چون یه سیستم نیست، یه تصمیمه. تو باید یک سیستم بسازی برای خودت.
ببین راه این که تو فردا صبح خواب زود بیدار شی اینه که 1 ساعت 10 شب موبایل رو خودت دور نگه دار. کل نورهای اتاق حتی اون کوچیک رو خاموش کن. قبل اینکه بخوابی اگه خوابت نبرد 30 دقیقه مدیتیشن کن، 30 دقیقه با خودت خلوت کن، یا به موسیقی آرام بخش گوش بده، یا دوش آب گرم بگیر. تو حتما فردا صبح زود پا میشه. یا اگه میخوای فردا بری ورزش، قبل اینکه بخوابی و کارتو بکنی لباسای ورزشیت کنار تخت آماده باشه. همین تو رو به سیستم تبدیل میکنه. وقتی این رو بفهمی دیگه لازم نیست هر روز با خودت بجنگی، انرژی تو صرف تصمیم‌های بزرگ نکن. عادت‌های کوچیک رو بساز. یه عادت خوب رو انقدر خوب شروع بکن، انقدر کوچیک شروع بکن که نتونی بهونه بیاری که انجامش ندی. مثال روزی 5 تا شنا برو. 5 تا شنای ساده بدون انتظار از خودت. ولی حتی اگه نمیتونی شنا هم بری، روزانوات برو. اصلا مهم نیست، فقط انجامش بده. یا خوندن روزی 1 پاراگراف متن. به این میگن قانون 2 دقیقه‌ای. وقتی عادت رو به قدری کوچیک میکنی که سیستم شکست توش عملاً غیر ممکنه، تو داری یه سیستم میسازی. و همینه رفیق، دقیقاً همین موضوع همینه. تو باید یه سیستم بسازی. مثال اگه هدف تمرین سخته، سیستم اولیه فقط کفش ورزشی رو بپوشم. اگه هدف پوله، پس انداز کنم. سیستم اولیه هر بار که قبض میگیرم 1000 تومان رو بلافاصله به حساب پس انداز انتقال میدم. وقتی این سیستم ها رو ساختی، تغییرات بزرگ خود به خود میاد و تو دیگه نیاز به انگیزه نداری، نیاز به هیچ چیز دیگه نداری. این شده یه سیستم برای تو، شده عادت، چون کارت داره اتوماتیک پیش میره. این فهم قدرت واقعا چیز خوبیه، به قدری بهت پایداری میده تو این انگیزه ها که اصلا تو واقعا میترکونی. یه مرور رو کنیم. نگفتن یعنی احترام به خودت و اولویت بندی آگاهانه زمانت. هر دن یه بله جدید میسازه. نکته دوم، حسادت تبدیلش کن به نقشه راه. کنجکاوی کن چه سیستم هایی رو اون فرد موفق پیاده سازی شده که همون روی خودت پیاده کنی. سیستم سازی. نکته سوم، به جای جنگیدن با اراده محدودت، سیستمای کوچیک و غیر قابل اجتناب بساز تا کارت اتوماتیک پیش بره. اینا رو بشنو، خوبه، ولی گوش دادن کافی نیست. این اطلاعات تا وقتی وارد عمل نشن فقط یه سری کلمات هستن. تغییر تو چند هفته اتفاق میفته. اگه همین الان دست به کار بشی، همین الان یه کاغذ بردار، یه چیزی که چند هفته است به تعویق میندازی و یه هدف بزرگتر رو بنویس. حالا یه نه کوچیک بگو که آره اون راهو برای بعدی باز کنه. مثال اگه میخوای کتاب رو بخونی، به خودت بگو تا آخرین هفته 1 ساعت از شبکه‌های اجتماعی کم میکنم. این همون نوع عادت بدته که به هدف خوبت راه میده. اگه این ویدیو یه جرقه کوچیک توی ذهنت زد و باعث شد یه قدم کوچیک برداری، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزن تا تو مسیر رشد کنارت باشم و ویدیوهای عمیق‌تری رو از دست ندی.